در شهر دوشنبه نشست سیوم کمیته همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان پایان یافت. در این نشست دو طرف درباره همکاری‌های آینده و اصلاحات و تکان بخشیدن به اقتصاد بیمار تاجیکستان صحبت کردند. نمایندگان اتحادیه اروپا از جمله در این نشست گفتند که اتحادیه قصد دارد تا سال 2020 به تاجیکستان 251 میلیون یورو کمک کند. همکار ما در دوشنبه عبدالله اشور شام 18 ایون با رئیس هیئت اتحادیه اروپا رینا کیونکا صحبت کرد. سوال اول به خانم رینا کیونکا این بود که در نشست به اصلاحات اقتصادی تاجیکستان بهای مثبت دادند ولی عین زمان مشکلات را هم ذکر کردند. از نظر شما مشکلات اساسی در اقتصاد تاجیکستان کدام هایند؟ بسیاری از صحبت‌های ما در این بخش درباره آن بود که تاجیکستان از کدام راه‌ها می‌تواند استعمال داخلی و تقاضا به مال و مواد در داخل کشور را افزایش دهد. ما می‌دانیم که شهروندان زیادی تاجیکستان در خارج کشور کار می‌کنند و اقتصاد به پول‌های مهاجران سخت پایبند است. پیشنهاد از طرف حکومت این است که مالیات را کمتر کند تا مردم برای خرید و استعمال در همیانشان پول بیشتر داشته باشند و از این راه آسیب پذیری کشور در برابر تغییرات در اقتصاد جهانی کمتر شود. همکارم عبدالله اشور همچنین از رینا کیونکا نماینده اتحادیه اروپا پرسید که 251 میلیون یورو که برای تاجیکستان پیش بینی شده است برای کدام بخش‌ها داده می شود. ما با حکومت این مسئله را بررسی کردیم که اول به 3 بخش یعنی بهداشت، معارف و رشد دهات تمرکز کنیم. آنگونه که ما امروز از معاون نخست وزیر شنیدیم 74% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی می کنند. در این جایها باید برای پاکسازی آب آشامیدنی کاری زیاد کرده شود. صاحبکاری خرد رشد یابد. عموما فعالیت های بر راه مانده شود که برای مردم درآمد میارند. یعنی طوری کنیم که اهالی دهات زندگی بهتر داشته باشد و زندگیش را خودش پیش ببرد. Activities so that the rural population is in a better position to take care of itself. This is the whole idea. رینا کیونکا چند سال باز درباره مسائل رعایت حقوق انسان در تاجیکستان با مقامات کشور مکالمه داشته است و همکاری ما از خانم رینا کیونکا پرسید که دولت تاجیکستان آیا توصیه‌های اتحادیه اروپا برای بهبود حقوق انسان را اجرا کرده است؟ من در مکالمه روز 17 ایون شرکت نکردم ولی امروز درباره بعضی از این مسئله ها کمی صحبت کردیم. ما از جمله آزادی بیان و مطبوعات مستقل، انتخابات را بررسی کردیم و توصیه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا و دفتر حقوق انسان و نهادهای دموکراتی این سازمان به تاجیکستان درباره انتخابات را، چون تاجیکستان سال آینده انتخابات پارلمانی دارد. رینا کیونکا مدیر شعبه آسیای مرکزی در خدمات امور خارجی اتحادیه اروپا صحبت می‌کرد.